بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقت شما به خیر و شادی باشه. در رویدادی دیگر در نمایشگاه بین‌المللی اصفهان در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه ما کیف و کفش ایرانی، کیفیتی جهانی. چهارمین نمایشگاه کیف و کفش و چرم اصفهان با حضور 50 تولید کننده از سراسر کشور، از 6 استان کشور: مشهد، اصفهان، تهران، قم، همدان و تبریز، به لطف و مدد الهی از تاریخ 17 تا 20 مهر ماه سال جاری در نمایشگاه اصفهان حضور دارد. خوشبختانه امسال تلاش شد علیرغم همه محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی که در جامعه کسب و کار وجود داشت، این نمایشگاه هم با قوت برگزار بشه. هرچند نسبت به سال گذشته از نظر تعداد کاهش داشتیم، اما به لطف خدا برندهای مطرحی رو در حوزه کفش و کیف شاهد حضورشون هستیم. بسیار به وجد اومدم زمانی که این امسال رو با سال گذشته و سالهای گذشته اون مقایسه میکنم. عزیزان من در تولید کفش و صندل و محصولات چرمی بسیار خوش درخشیده‌اند. با توجه به اینکه این نمایشگاه تولیدات داخلی کشور رو به نمایش میگذاره، جا داره که اول تشکر قدردانی بکنیم از برگزار کنندگان این نمایشگاه و همچنین از تولید کننده ها که هنر خودشون رو به نمایش گذاشتن و به شکل های مختلف کفش ها با تنوع های مختلف رو دارن عرضه می کنن. بریم با هم سراغ هموطنان عزیز و این سوال از اونها بپرسیم: کیفیت کیف و کفش ایرانی چطوریه؟ محصولات ایرانی هم به لحاظ کیفیت، هم به لحاظ زیبایی، هم به لحاظ طراحی در سطح بسیار خوبی قرار گرفته و مشتریایی که الان نمایشگاه میان عمدتاً از کشورهای همسایه مثل عراق، ترکمنستان استقبال کردن و محصولات ایرانی‌ها به عنوان یه محصول با دوام با کیفیت شناسایی کردن و خریداری میکنن. دو سه تا شرط داره. یکی اینکه بخوان چه هزینه‌ای انجام بدن برای کیف ایرانی. اگه ایران میتونه بهترین محصولات تولید کنه، اما وابستگی به مشتری داره و اون مشتری که خواهانه اون برند باشه یا اون جنس باشه. محصول ما محصول واکس کفش هست و تمیز کننده کفش و کتونی. واکس کفشمون برای اولین بار بدون مشتقات نفتی توی ایران داره تولید میشه که ریز ذرات نانو و محلول نانوغره داخلش هست. کیفیت کفش ایرانی خیلی خوب شده، چند سالیه قابل رقابت با کفش خارجی داره. الان هم چند سالیه که کفش خدا رو شد تو هر شهری تو یه رشته دارن کار میکنن. چرمی مردونه الان تبریز، اسپورتمون اسلام شهره، زنونمون همدانه، مشهد، خودی تهرانه. کفشای مردونه مصنوعی هم اصفهان تولیدش خوبه. خیلی روی این قضیه زوم هستیم که محصولات با کیفیت ایرانی رو تولید بکنیم و به کل جهان عرضه بکنیم. یه موضوع دیگه که خیلی برای ما مهم بوده این بوده که روی محصولاتمون نوشتیم با افتخار ساخته ایران. الان هم بحث صادراتی کفش ما داریم به کشورهای آسیای میانه، بالاخص عراق، کشورهای حوزه دریای خزر نسبتاً خوب بوده، ولی حمایتی از دولت نشدیم تا الان و خودمون خود جوش پی صادرات بودیم. حقیقتاً کار درجه یک تولید کردنش تو ایران خیلی سخته، چون نیست، مواد اولیه‌شون نداریم، شدنی نیست. ولی ما خودمونم دست پا میزنیم که واقعا بهترین جنس رو بتونیم تهیه بکنیم. حالا تا اونجا که تونستیم دقیقاً این کار کردیم.
بسیار در حقیقت در دیزاینش، در خود نوع متریال بسیار بسیار کارهای شایسته و بایسته‌ای کردن و این میطلبه که شهروندان عزیز من، هموطنان عزیز و شیک پسند من در حقیقت بیان و از کفش‌های ایرانی استفاده بکنند. خب هرچند کفش ایران در کشورهای خاورمیانه بسیار جایگاه حساس و مهمی داره، باید گفت که تولید کنندگان کفش ما در خاورمیانه چه در حوزه صادرات چه در حوزه خودکفایی حرف اول رو میزنند. بریم سراغ غرفه‌داران عزیزمون و این سوالو از اونها بپرسیم. حضور شما در نمایشگاه چه تأثیری در کسب و کار شما میتونه داشته باشه؟ نمایشگاه‌ها عمدتاً مکانی هست برای به نمایش گذاشتن برندها، به نمایش گذاشتن کیفیت محصول، به نمایش گذاشتن خطهای جدید، به نمایش گذاشتن مدل‌های جدید و طبیعتاً هم برای ارتقای کیفیت برند مؤثر هست، هم برای ارتقای مسائل اقتصادی استان. تبادلی که داریم اینجا با تأمین کننده هامون، با شبکه‌های فروشمون، با مشتریایی که میان و حالا انتقاداتی میکنن، پیشنهاداتی بهمون میدن، ما هم آگاه تر میشیم نسبت به مسائل روز و هم اطلاعات بهتری پیدا میکنیم. چون اومدیم و داریم برند سازی میکنیم و اومدیم نصف بیشتر سرمایه من هزینه تبلیغات و برندمون داریم میکنیم، ممکن است الانم بهمون جواب نداد، اما سالهای آینده میدونیم 100% جوابگو هست برامون. تأثیرش اینه که بالاخره ما هم از غرفه‌های دیگران دیدن میکنیم، الگو برمی‌داریم، الگو میگیریم، برای پیشرفت کار مناسب است. تأثیرش خب قطعاً دیده میشیم، شناخته میشیم. علت حضورمون تو نمایشگاه بیشتر برندسازیه و فیس تو فیس شدن با مشتریایی که از شهرهای دیگه میان. خیلی برام بهتر بود، یعنی مشتریای بهتری پیدا کردیم، مشتریایی که میتونیم شرایط بهتری بهشون بفروشیم. ببین من اولین تجربه است اومدم اصفهان، یکی دو تا نمایشگاه مثل تهران و تبریز رفتیم، خوب بود. حالا هدف از اومدن نمایشگاه چیه؟ دور زدن واسطه هاست. نمایشگاه هایی که در استان اصفهان با برنامه‌ریزی شکل میگیره نشون میده که قدرت تولیدات صنایع ما به چه میزانه و جا داره که مردم فهیم ما، مردم شریف ما این رو بدونند که تولید کنندگان داخلی جایگاهشون از تولیدات خارج بهتره و باید با حمایت آنها کاری بکنیم انشالله که از ورود کالاهای خارجی به کشور جلوگیری بشه. این نمایشگاه بازدید کننده های تخصصی داره، فروش جزئی نداره و لذا شهروندان محترم مستحضر باشن که در واقع بیشتر این نمایشگاه در حوزه برندینگ شرکت‌های تولیدی تشکیل شده و بر این اساس انشالله هر روز از ساعت 15 تا 21 ما میزبان در واقع تجار و فعالین صنعت کیف و کفش اصفهان هستیم. بیایید با هم از تولید کنندگان و هنرمندان محصولات ایرانی به ویژه کفش حمایت کنیم، چرا که هر جفت کفش ایرانی جلوه‌ای از هنر و غیرت ایرانی رو نشون میده. خیلی ممنون و متشکرم که در این رویداد هم با ما همراه بودید. تا رویدادی دیگر از نمایشگاه بین‌المللی یا علی مدد، خدا نگهدار.